دوستان سلام، وقتتون بخیر. فرودگاه چانگشون هستیم. در واقع دانشگاه جلیون امروز تشریف میارن. ان شاءالله در خدمتشون خواهیم بود. همونجوری که منتظر بچه‌ها هستیم که ان شاءالله تشریف بیارن و ماشینشون هم آماده هستش که ببریم ان شاءالله خوابگاهشون رو بگیریم و ان شاءالله در ادامه مرسی کارهای دیگه‌شون رو انجام بدیم. ما همراهی باشید. کلید خوابگاه بچه‌ها رو گرفتیم، اینجا هم که لیستشون رو نوشتیم و بریم خوابگاهشون رو تحویل بدیم.
اینکه 50 یوانش دامستیکه، یعنی میتونی تو کل شهرها مختلف چین استفاده کنی و 100 اینکش خود شهر چانگشو استفاده. بچه برای زمستون کلید اولی خونه خیلی ذوق کنم. خیلی زیستی سپاس گذارم دست شما در نمیاد. دانشجویان عزیز مؤسسه اکسیر دانش، همونجور که می‌بینید بچه‌ها بچه‌ها بریم محیط کتابخونه رو با هم ببینیم. این کتابخونه بسیار شیک و ترتمیز و من داخل دیگه نمیتونم صحبت کنم.
عرض ادب و احترام، وقتتون بخیر دوستان. در خدمت یاشار شاهصبنی، دانشجوی جدیدالورود دانشگاه جیلینمون هستیم و همکنون هم پشت سر ما محل ریجستریشن دانشجوی جدیدالورود هستش. با یاشار عزیز یه صحبتی مختصر مفید رو خواهیم داشت، ببینیم که از تجربه‌ای که داشتن و این 4 روزی که ما در خدمتشون بودیم در دانشگاه جیلین، خدماتشون به چه صورت پیش رفته و آیا راضی بوده و یا خیر. بفرمایید آقای یاشار. به نام خدا، یاشار شاهصبنی هستم. من تمام کارام آقای شکیبا از 0 تا 100 توی 45 روز انجام دادن. ما 2 نفر بودیم، من بودم و خواهرم، جفتمون تو 45 روز انجام شد. یاشار جان، پیکاپ فرودگاهیتون اوکی بود؟ همه چی اوکی بود؟ مشکلی عالی بود، ما اصلا هیچ مشکلی نداشتیم، خیلی راضی بودیم، خیلی بچه‌ها راضی بودن، حرف نداشت. من میتونم بگم هیچ کدوم از دانشجویی که امسال پذیرش گرفتن اینجور پیکاپی نداشتن. بله، بسیار هم عالی. و اینکه دیگه فکر کنم حالا بهتره تو دوربینم بگیم، دانشگاه به عزیزان جدیدالورود اجازه رسمی خونه گرفتن رو نداده، ولی خب ما برای بچه‌ها صحبت کردیم با دانشگاه با توجه به اینکه تنها نماینده رسمی دانشگاه جیلین هستیم و تونستیم که برای همه بچه‌ها در واقع خونه بگیریم اطراف دانشگاه، چون واقعا شهر چانگچون که دانشگاه جیلین درش واقع شده بسیار شهر مقرون به صرفه‌ای هستش. یاشار جان عزیز، کلاً پروسه شما فرمودید 45 روز طول کشیده. بله. درسته؟ یعنی از به بسم اللهی که شما قرارداد امضا کردید با مؤسسه تا رسیدنتون به چین دیگه. دقیقاً. و 0 تا 100 توی پروسه کاراتون، حالا چه بحث پذیرشتون چه بحث ویزا، درسته، هماهنگی‌های پروازشون رو ما انجام دادیم، خرید بلیتشون رو انجام دادیم. بعد قبل از اومدنشون حالا باشون صحبت شده، خوابگاهشون رو از قبل رزرو کرده بودیم، ولی خب خوابگاه رو اومدن و ترجیح دادن که بچه‌ها خونه بگیرن. و نظری، پیشنهادی، انتقادی چی باعث شد که با مؤسسه ما در واقع حال کنی بیای کارتو بسپاری به مؤسسه ما؟ و حالا نمیدونم اگر انتقادی داری، موضوعی که حالا نمیدونم شاید خوشت نیامده تو این روند، یا مثلا با اون انرژی که باید انجام میشده نشده رو لطفاً بفرمایید که در واقع بینندگان عزیز متوجه بشن. ما دکتر از روزی که کارمون رو شروع کردیم با مؤسسه شما، از همه چی خیالمون راحت بود. از پیگیری‌های شما، از پیگیری‌های آقای دکتر امیرزاده، از تماس‌های متعددی که با هم داشتیم، صحبتایی که شما باعث می‌شد دلگرمی ما باشه. تمام کار رو روند عادی خودش رفت و ما تونستیم پذیرش رو بگیریم به لطف خدا و شما. الحمدلله، خدا رو شکر. و از همه چی راضی بودیم. الانم خیلی راضیم که تونستیم توی همین ورودمون خونه بگیریم. واقعا کارتون حرف نداشت. ما از همینجا دعاتون میکنیم. عزیز دل، ان شاءالله که سال آینده هم بیایم حضوراً ببینیمت مجددا، اون موقع هم باهاش مصاحبه کنیم. یاشار عزیز، مرسی از شما. خیلی سلام. سلام دوستان، وقتتون بخیر. شبستری هستم از مؤسسه اکسیر دانش. امروز در خدمت یکی از دانشجویان عزیزمون هستیم، دانشجوی پزشکی دانشگاه جیلین، و امروز اینجا در خدمتشون هستیم برای ریجستر دانشگاهشون. میخوام ازشون بپرسم ببینم این مدت آیا از خدمات مؤسسه ما راضی بودن یا خیر. ممنونم. سلام، من سبام، 24 سالمه، از شیراز. اومدیم برای کار رجیستر دانشگاه و توی این 3-4 روز آقای شکیبا و خانم شبستری تمام وقت در کنار ما بودن و توی همه کارا ما رو همراهی کردن، جوری که اصلا ما خودمون باورمون نمیشد. یعنی اینقدر فراتر از خدماتی که توی قرارداد نوشته بودن انجام دادن که مثلا حتی بنده خدا مثلا حمل چمدونا برای اینکه مثلا ما خسته نشیم و تمام کارا به بهترین نحو انجام شد. یعنی یه جوری بود که ما واقعا شرمنده شدیم، یعنی باورمون نمیشد. مثل 2 تا دوست اصلا ما احساس نمی‌کردیم که اولین باره که داریم همو می‌بینیم. همه چی عالی بود، حتی ما تو این 2-3 روز بهشون وابسته شدیم. دوست داریم که اصلا همیشه پیشمون باشن. واقعا عالی بود. مرسی، ممنون از نظراتتون، خیلی لطف کردید. مرسی. امروز در خدمت یکی دیگه از دانشجوهای دانشگاه جیلین هستیم که امسال از طریق مؤسسه ما تشریف آوردن چین. میخوام ازشون بپرسم توی این مدت های از خدمات مؤسسه ما راضی بودن یا خیر؟ سلام، خسته نباشید. من صاحب کوتیزاده هستم. واقعا راضی بودم. یعنی توی این مدتی که اومدم هیچی واسمون کم نداشت. یعنی پا به پامون، یعنی اصلا خیلی فراتر از یک کمپانی مؤسسه، اصلا خیلی خوب بود. خیلی یه دستتون درد نکنه. تمام تشکر از آقای شکیبا و خانم دکتر شبستری. خیلی ممنون. خانم کوکیلوزاده، در مورد خدمات پیک
براتون انجام شد؟ خدماتتون رو کلا از 0 تا 100 چه کاری براتون انجام شد؟ اینا رو بگید و بفرمایید که آیا محیط کمپس خوب بود؟ چه جوری بود؟ آیا از دانشگاه جیلین راضی هستید تا به الان یا خیر؟ همه کارا مرحله به مرحله استپ با استپ خیلی قشنگ و درست انجام شد. دانشگاه واقعا خیلی قشنگتر و اصلا خیلی فراتر از تصوراتم بود. واقعا خیلی خوبه همه چی. خیلی من راضیم واقعا خیلی خوب.